بسم الله الرحمن الرحیم. ما در دهه پربرکت ماه ذوالحجه قرار داریم. هرچی قدر که می توانی عملهای صالح را زیاد انجام بده. نماز که بهترین عبادت است، خصوصا نماز شب که بهترین عبادت است. از نافله ها کوشش کن ای بنده الله زیاد انجام بده. و روزه که این هم یکی از عبادت های دوست داشته شده در نزد الله ذوالجلال است. هر بنده ای که یک روز به خاطر رضای الله روزه می گیرد، الله روی او را 70 سال از دوزخ دور می گرداند. در این ماه کوشش کن خیر و احسان صدقات را در راه الله زیاد انجام بده. هر یک سومی که تو در راه الله خیر میکنی، الله او را در نزد خود تربیت میکند و روز قیامت به تو به وجه احسن باز میگرداند. ذکر که این هم یکی از عملهای هست که انسان میتواند در هر جایی که باشد، مصروف و مشغول هر کاری که باشد انجام بدهد. همیشه زبانت را به ذکر الله تر بکن. یاد الله را به زبان و به قلب زیاد انجام بده. صله رحم که این یکی از عملهای است که انسان به این میتواند به رحمت الله بپیوندد. رفت و آمدی خویشاوندی به برادر و خواهر و نزدیکانی که به تو صله رحم هستند، قرابت نزدیک دارند، به آنها صله رحم را انجام بده. اگر با برادرت و با خواهرت و با عمه و عمکی و خاله و تقایت قهری هستی، کوشش کن در این 10 روز رفت و آمد را برقرار بکن. هر بدبینی که نسبت آنها داری از دل خود بیرون بکن تا که الله در رحمت خود تو را بپیوندد. همیشه دعوت را زیاد انجام بده. به هر راه و واسطه ای که میتوانی امر معروف نهی منکر، به جای اینکه در شبکه های اجتماعی سخن و ویدیوها و صورتهای فحش و فساد را، رقص و بازی را پهن کنی، در این ماه در این 10 روز کوشش بکن که سخنهای علما را، امر معروف و نهی منکرها را بسیار پهن کن، زیرا که سبب بخشش گناههای تو می شود. و دعا کردن در این روزهای پربرکت بهترین عمل هست که انسان می تواند به این عمل به الله نزدیک شود، برای بخشیده شدن گناهان و برای کسب کردن ثواب و برای رضای الله را به دست آوردن و به خاطر قبول شدن عملها انسان می تواند به دعا هر چیزی که در زندگی طلب دارد از الله بخواهد. بیشک و شبهه الله دعاهای او را قبول می گرداند و حاجات او را برآورده می گرداند. و روز 9 ماه ذوالحجه، یک روز پیش از عید قربان، تاریخ 30 ایول می شود که در این روز روز عرفه است. روزه گرفتن در این روز ثواب و فضیلت دارد به بخشیده شدن گناهان 1 سال پیش و 1 سال بعد. کوشش بکنیم این فرصت های طلایی را از دست ندهیم. هرچی قدر که می توانید به دوستان و نزدیکانتان برسانید. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.